بچه‌ها سلام. امروز میخوام یکی از سوالات متداول شما عزیزان رو جواب بدم و اون همین هست که چجوری میتونیم در امریکا رشته‌های پزشکی، دندونپزشکی و یا داروسازی رو در واقع بخونیم. خب شرط اول خوندن اینها گذراندن یک دوره حدود 3 الی 4 ساله هست که معمولاً اکثر متقاضیان این رشته حالا اون لیسانس مرتبط رو در رشته‌های مختلفی میتونن بگیرن. مثلا رشته بیولوژی یا بایوکمیستری یا مثلا رشته خود من رشته مدیکال استادیز هست که به این دانشجوها کلا میگن دانشجوهای پری مدیکال. اکثر دروس این رشته ها، حالا رشته‌های دیگه هم هست، مشترک این دروسشون و شما برای مدیکال اسکول از اینکه این کلاس ها رو گذرانده باشین میتونین لیسانستون رو تو هر رشته‌ای در واقع بگیرین. خود به خود وقتی کسی دانشجوی پری مدیکال هست حدود 60 واحد 70 واحد از این دروس رو خواهد گذروند تحت این دروسی که حالا در ادامه فیلم بهش اشاره خواهم کرد. و یک سری درس های دیگه حالا مخصوص اون رشته است که متفاوته. مثلا منی که رشته‌ام مدیکال استادیز هست، دروسی هم که در واقع باید بردارم شامل مثلا مدیکال اتیکس هست یا مثلا یه سری دروس دیگه که مرتبط با همون مدیکال هست، مثلا cultural aspects of health یا مثلا دروس دیگه ای که مثلا مخصوص لیسانس رشته من هست. همش عنوانش با که معمولا کلمه HSC یا MED که حالا مخفف مدیسینه شروع میشه و هر کدوم اینا حالا داستان خاص خودشو داره که اینا رو زیاد واردش نمیشیم چون اینا درساییه که یه جورایی پیش نیاز رشته منه ولی تو رشته‌های مختلف متفاوته. دروس اصلی که شما باید بردارین این دروسی هست که الان بهتون خواهم گفت. اکثر دانشگاه‌ها درس بیولوژی 1 و بیولوژی 2 رو از شما میخوان یا بهش میگن General Biology. همچنین General Chemistry در 1 و 2 که معمولا همون در واقع شیمی و زیست شناسی ما هستش، منتها لول 1 و 2 داره که معمولا شما تو 2 تا سمستر مختلف این رو باید گذرونده باشیم. درس دیگه که خیلی براشون مهمه، خیلی خیلی هم درس سختیه و من خوشحالم که این درس رو تونستم با موفقیت بگذرونم، درس ارگانیک کمیستری 1 و 2 هست که شیمی عالی هست و یکی از دروس بسیار مهم در تعیین کننده این هست که مثلا حتما این نمره رو نگاه خواهند کرد توی در واقع ریزنمرات شما که این درسایی که حالا تا الان بهتون گفتم همشون 3 واحد معمولا کلاسشون هست. اگر حالا داره دانشگاهی امریکا بردارین 1 واحد هم لب هست، آزمایشگاه ها. حالا بعضی از این دانشگاه ها آزمایشگاه رو منداتوری میخوان که اکثرا دانشگاه های تاپ اینجوری هست. بعضی جاها ممکنه که شما بتونین حالا آزمایشگاه رو ازتون نخوان و همون درس اصلی مثلا مد نظرشون باشه و براشون کفایت کنه. باید ببینیم که کدوم دانشگاه دارین اپلای میکنین و مد نظرتونه و مطابق اون درس رو بردارین. در ادامه دروس دیگه که اکثر دانشگاه ها لازم دارن بیولوژی یعنی بایو 201 یا مثلا بایو 202 حالا تو این ایالت ما مثلا اینجوریه دانشگاهی که من میرم بهش میگن که میشه در واقع Human Physiology and Anatomy 1 and Human Physiology and Anatomy 2 یعنی درس آناتومی و فیزیولوژی 1 و آناتومی و فیزیولوژی 2. یکی دیگه از درسایی که اکثر جاها میخوان بیوشیمی هست یا بایوکمیستری. فیزیک 1 و 2 رو بعضی از دانشگاه ها میخوان برای رشته پزشکی، بعضی ها نمیخوان. برای دندون پزشکی اکثرا دانشگاه ها میخوان این درس رو و یه سری دروس دیگه مثل سایکولوژی که یعنی روانشناسی یا سوسیولوژی که معادل جامعه شناسی هست یا مثلا پابلیک سپیکینگ که میشه سخنرانی در جمع یا مثلا بایو استاتیستیک که استاتیستیک هم معمولا البته میخوان دانشگاه ها و مایکرو اکونومیک یا اکونومیک مثلا اونم باز خیلی از جاها میخوان. میکروبیولوژی رو اکثرا میخوان تو تمام این رشته ها و حالا ریاضی بعضی جاها پری کالکولس بعضی جاها کالکولس. من خودم زمانی که داشتم ریاضی رو برمی داشتم ترجیح دادم بالاترین لولش که کالکولس بود و بردارم که دیگه بعدها برام مشکل ساز نشه بخش ریاضی. حالا بعضی جاها شاید با آلجبرا اینا هم اوکی باشن. البته ریاضی خیلی معمولا من ندیدم سختگیری کنن
ولی خب به هر حال این هم از دروس مورد نیازشون هست. و البته انگلیش 101 و انگلیش 102 که اگر در امریکا باشین میدونین که هر چقدر هم انگلیسی ما خوب باشه، این درس انگلیش 101 و 102 به خصوص انگلیش 102 واقعا درس سختیه. یعنی مقاله باید بنویسین برای این کلاس ها و یکی از واقعا درسایی بود که من به شخص مجبور شدم دوبار این درس رو بردارم و خیلی درس سختی بود برام. البته بعضی از دانشگاه ها تو رشته پزشکی از شما درس ژنتیک که حالا بهش بایو 340 میگن اینجا، حالا شاید در دانشگاه دیگه متفاوت باشه، و درس سلولار بیولوژی هم ازتون میخوان یا حالا ایمیونولوژی هم ممکن ازتون بخوان. بعضی از این دروس اینایی که این اواخر گفتم انتخابی هست، یعنی باید ببینیم لیست اون دانشگاهی که میخواین برین رو در گوگل در واقع سرچ بکنین. مثلا به عنوان مثال دانشگاه ایالتی آریزونا رو من در موردش صحبت می‌کنم به عنوان مثال. U of A Prerequisite Medical School. بعد مثلا اون پیش نیازا رو براتون میاره که این درس و این درس رو شما حتما باید گذرانده باشین. حالا بعضی جاها مثلا میگن بیوشیمی 2 ترم باید برداشته باشین، بعضی جاها میگن 1 ترم مثلا بیوشیمی و 1 ترم ژنتیک هم کفایت میکنه. حالا میگم این با توجه به دانشگاه هایی که شما براشون اپلای میکنید میتونه متغیر باشه، ولی به طور کلی همون درسای اصلی که ساینس بیس هستن مثل بیولوژی، کمیستری، ارگانیک کمیستری و میکروبیولوژی از اون درسایی که همه دانشگاه ها تقریبا من دیدم تو هر سه تا رشته از شما میخوان. حالا برای رشته پزشکی شما باید حتما امتحانی تحت عنوان MCAT که مخفف Medical College Admission Test هست فکر میکنم، باید حتما بگذرونید. و حالا یه رنج نمره‌ای داره که معمولاً حداقل اینه که شما باید بالای نمره 500 رو در امتحان MCAT پس بکنین که بتونین در واقع امتحان رو بگذرونین. حالا کتابای مختلفی هم سورسای مختلفی هست. من کتابی خودم دارم کاپلان هست، کتاب پرینستون ریویو هست و البته اینم بگم که خیلی کار سختیه. به نظر من کسی که میخواد در امریکا پزشکی بخونه پیش نیازا و لیسانس و ایناشو کاری ندارم، خود اون امتحان حداقل باید 1 الی 2 سال واقعا بشینه براش، فقط نان استاپ، هیچ دغدغه دیگه ای نداشته باشه و برای اون امتحان بخونه. و حالا برای رشته دندون پزشکی امتحان DAT هست که دنتال ادمیشن تست بهش میگن، یا امتحان ورودی رشته دندون پزشکی که معمولا اون هم از نمره 0 تا نمره 30 که البته من چیزی که دیده بودم از سال آینده ممکنه این عدد تغییر بکنه، یعنی این رنج 30 تا دیگه نباشه، ولی حالا تا الانی که دارم باتون سال 2000 آخرای سال 2024 هستش و این فیلمو ضبط میکنم اینجوری هستش. برای رشته داروسازی هم امتحان پیکت رو بعضی از دانشگاه ها میخوان، بعضی از دانشگاه ها نمیخوان. بعضی از دانشگاه ها هم مثل حالا یه سری از این دانشگاهی که من اپلای کردم به شما این آپشن رو میدن که اگر امتحان MCAT یا DAT یا OAT هم برای کسایی که میرن رشته اپتومتری میخوان برای در واقع دکترای چشم پزشک نه ها، دکترای چشم، اونا هم یه امتحان به عنوان تحت عنوان OAT دارن. کسایی که اونو میخوان برن در واقع بدن یکی از این نمرات رو هم اگه مثلا برای بعضی از رشته ها سابمیت بکنین ممکنه ازتون قبول کنن. یعنی مثلا من برای خودم یکی از دانشگاه رشته داروسازی که اپلای کردم میگفتش که اگر امتحان DAT هم دادیم و نمرش رو ممکنه که برای این قبول کنیم که دیگه مجبور نباشی که دوباره امتحان بدی. ولی خب یه حد نصابایی تو هر رشته دارن دیگه. مثلا DAT برای دندون پزشکی حداقل شما فکر کنم باید حدود 19 به بالا نمرتون باشه تا بتونین اون امتحان در واقع یکی از شرط های ورود به دانشگاه دندون پزشکی رو داشته باشین. و البته یه سری مسائل دیگه هم هست. مثلا شما باید کارهای داوطلبانه انجام داده باشین یا بهش میگن volunteer work. کارهای شادوینگ باید انجام داده باشین زیاد
یعنی شما باید یک پزشک رو ابزرو کرده باشین. البته من در مورد اکسپریانس خودم میگم، بعضی از اینها رو من گفتم که در ایران گذروندم و اونجا که حالا ازم میپرسید اطلاعات حالا مثلا مطب پزشکی که تو ایران بوده یا دندون پزشکی که تو ایران بوده هم اونا رو در واقع ثبت کردم و برای خود من خیلی موقعی که رفتم مثلا اینترویو یا حالا بعضی از این رشته ها مسئله اصلیشون نبود. اینجوری بود که شما این ابزرو کردین یا نکردین، شادو کردین یا نکردین. این حالا اکسپریانس خود من بود، ولی خب معمولا به هر حال میخوان و یه سری از این جاها که اپلای میکنین ازتون میخوان که یک فرمی رو تحت عنوان ریکامندیشن لتر یعنی همشون میخوان، ولی خب بعضیشون مثلا اگر رشته دندون پزشکی اپلای میکنین از شما حتما میخوان که این ریکامندیشن لترتون از یک دندون پزشک باشه. اگر بر پزشکی اپلای میکنین مثلا حتما نیازه که یک پزشک MD یا DO، MD که مدیکال دکتره، DO دکتر آف اوستئوپاتیک مدیسینه، مثلا اون شخص این نامه رو به شما حتما بده. به علاوه یه حالا 3 تا مثلا لتر دیگه که از افراد دیگه میگیرین. معمولا همه دانشگاه‌ها 2 تا رو حداقل میخوان و اون سایتی که شما ثبت نام میکنین مثلا برای دنتال سکول سایت ادیا ادسس بهش میگن، این سایتشه اسم عنوانش، یا مثلا برای فارمسی اسکول برای داروسازی سایت فارمکست بهش میگن، برای پزشکی هم AMCAS، یا مثلا برای حالا رشته‌های مختلف این اسمها متفاوته دیگه، مثلا برای اپتومتری آپتامکست هست. و خلاصه شما اینو اینجوری ثبت نام میکنین. بعد که ثبت نام کردین و این لتر رو دادین و حالا این ساعت‌های داوطلبانه‌تون اضافه کردین و حالا اگر نامه‌ای هست بهتر که این نامه رو از کسی بگین که شما رو میشناسه و میدونین براتون میتونه نامه خیلی خوبی ارائه بده. ولی کن خب اگرم نبود، من کاری که خودم بر بعضی از دروس انجام دادم و قبول کردن این بود که مثلا میگفتم آره دیگه، مثلا یکی از پزشکایی که حالا تو کشور دیگه هم باشه، برای کسی که دانشجوی که از کشور دیگه هستن، به نظر من اوکیه اگر حالا الزاما این کسی رو تو آمریکا نمیشناسین، از اینکه شما این اکسپریانس رو تجربه رو داشته باشین ممکنه که ازتون قبول کنن. منتها وقتی میرین مصاحبه باید انقدر اطلاعات تو اون رشته داشته باشین و تجربه که بتونین در موردش صحبت کنین اگر ازتون سوالی پرسیدن. حالا خود مصاحبه های این رشته ها اگر که مثلا قبول شدین به چه صورته، شما وقتی میرین اونجا معمولا یک سری سوال ازتون میپرسن که حالا چرا مثلا رشته پزشکی، چرا دندون پزشکی، چرا داروسازی، و یا میپرسن چرا دانشگاه ما رو انتخاب کردی، یا مثلا ازتون یک سری سوال یه دونه برگه بهتون میدن که بهش میگن اسی، ازتون میخوان که مثلا در عرض 1 ربع 10 دقیقه هرچی که به ذهنت میاد مثلا در مورد سختی‌های زندگیت بنویسی. یا یه دونه دیگه در مورد مثلا یه دونه از این سری دیگه که من دیدم در مورد این بود که مثلا چجوری به نظرتون آنتی بیوتیک خیلی مثلا چیز مهمی بوده در زندگی انسان، یا پلامبینگ که یعنی مثلا پلام کردن مثلا سیستم آب و اینا. خیلی سوال عجیبی بود موقعی که من رفتم اینترویو، ولی خب مثلا وقت داشتم 1 دقیقه در مورد این بنویسم که مثلا حالا خب من رفت دادم این مسائل رو به هم و حالا این یه نمونه از سوالات بود. هر دانشگاه میتونه سوالای مختلف خودش رو داشته باشه در مرحله مصاحبه یا اینترویو. و خلاصه این امتحانا رو اینجوری بعد بگذرونین بر حسب نمرتون و بر حسب اون لیسانستون میتونین در واقع اپلای بکنین. اکثر کسایی که مثلا میبینم میگن که باید 4 سال حتما شما لیسانس رو در امریکا بگذرونین. من خودم بعد از گذر 2 سال اپلای کردم و البته اینو بگم من خیلی فشرده درس رو براتم. تو امریکا اینجوری نیست که حتما باید 4 سال بگذره تا شما لیسانس بگیرین. بعضی از دانشگاه ها به خصوص با دانشگاه های دولتی به شما این اجازه رو میدن که 12 الی 18 تا واحد در طول مثلا ترم فال و اسپرینگ بردارین. خب نرمالش برای اینکه شما یک دانشجوی تمام وقت محسوب بشین این هست که 12 واحد باید بردارین
ولی هیچ الزامی نیست که 100% این کارو بکنین. من خودم هر ترم 18 تا 21 واحد از دروس رو برداشتم. در نتیجه درسم خب مدت زمانی کمتری برده تا 4 سال، یعنی اینجوری نیست که حتما لیسانس 4 ساله هست، میتونین زودتر هم تمومش بکنین. و یک سری واحدا رو در کنار دانشگاه تو کالج برمی داشتم. خب البته فشار درسی که روم بود خیلی همیشه زیاد بود و نمیگم 100% توصیه میکنم بهتون، ولی خب به نظر من شدنی بوده این درسایی که برداشتم تا به الان و اینجوری بود که مثلا لیسانس هم خب زودتر تموم میکنم و میتونم حالا مثلا تو مقاطع بالاتر در واقع زمان بیشتری رو صرف اون مرحله بکنم. خلاصه ولی نرمالش اینه که مثلا شما بین 3 الی 4 سال وقت دارین که این لیسانستون رو بگیرین و بعدش هم حدود 4 سال هر کدوم از این رشته ها طول میکشه. باز مثلا رشته داروسازی بعضی از دانشگاه ها 3 سال، بعضی از دانشگاه ها 4 سال. رشته پزشکی همه دانشگاهی که من دیدم حدود 4 سال حداقل طول میکشه و همچنین دندون پزشکی بر مقطع دکترا. و حالا تو هر کدوم از این رشته ها میتونین تخصصش هم بگیرین دیگه. رشته داروسازی و دندون پزشکی و البته پزشکی میتونین اینو تو مقاطع بالاتر هم ادامه بدین. اینم اد بکنم که بعضی از دانشگاه ها مرحله مصاحبه یا اینترویوشون 2 الی 3 مرحله است. یعنی مرحله اول مثلا از شما میخوان که آنلاین با یه شخصی که حالا دانشجوی سال دوم همون رشته هست صحبت بکنین در زوم و یه سری سوالاتی رو ازتون میپرسن. مرحله دوم این هست که یک سایتیه و ازتون میخوام که یه سری فیلم ها رو ضبط بکنین و بعضی جاها مرحله سوم هم میخوان که شما رو حضوری ببینن. در واقع همه گزینش ها رو انجام میدن تا ببینن شما کاندیدای مناسبی برای ورود به اون رشته هستید. حالا خیلی از کسایی که بچه‌ها ایران درس خوندن و مثلا تو رشته پزشکی میان اینجا و حالا البته بعد USMLE استپ 1 و 2 رو پاس کنن، به نظر من از یک سری جهات شاید راحت تر باشن و جلوتر باشن از کسی که اینجا درس میخونه و ورود به پزشکی پیدا میکنه. چون واقعا سخته، یعنی کار خیلی راحتی نیست و البته کار بسیار پرهزینه‌ایه در امریکا این رشته ها رو خوندن. مثلا برای رشته دندون پزشکی تقریبا حدود 400-500 هزار دلار شما باید در طول تحصیلتون از دانشگاه لون بگیرین. برای رشته پزشکی حدود 300 هزار دلار و برای داروسازی هم تقریبا 200 الی 300 هزار دلار، 250 هزار دلار. اکثر دانشگاه ها از شما میخوان که هزینه بکنین برای این رشته ها و خب رشته های بسیار پرهزینه‌ای هستن و دانشگاه به شما اگر که حالا اینجا PR Permanent Resident باشین یا Citizen تحت عنوان یک سایتی به نام FAFSA که از سمت فدرال یعنی سمت گاورمنت هست، این آپشن رو میده که به شما لون تحصیلتون رو میدن و بعدش با سود حالا 5 الی 10% از شما این رو در طی سالیان مختلف حتی شاید 30 سال هم بر بعضی طول بکشه، معمولا 10 الی 30 سال بعد هر ماه یه هزینه رو از حسابتون کم میکنن و شما این وام هایی که گرفتین برای این دانشگاه ها رو بعد پس بدین. یعنی کسی که از ایران میاد خب این مراحل مثلا مدیکال اسکول رو گذشته و فقط یه دونه امتحان خب مثلا USMLE باید پاس کنه که البته کسی که در امریکا هست هم باید هم یه MCAT پاس کنه برای ورود به پزشکی و هم برای خروج از دانشگاه. در واقع USMLE استپ 1 و 2 رو معمولا باید پاس بکنه. در واقع کسی که از ایران میاد از جهت مالی میتونه فاینانشالی خیلی جلوتر باشه از کسی که اینجا این رشته ها رو شروع میکنه. ولی خب از جهت اینکه حالا با سیستم پزشکی اینجا آشنا باشین یا جلوتر بیافتین، خب شاید اگر در امریکا این رو شروع بکنین، اگر که این گزینه رو دارین، اون هم گزینه جالبی باشه. و یک نکته جالب دیگه هم که به ذهنم رسید بهتون بگم، بچه‌ها هیچ وقت فکر نکنین که دیر هست برای شروع این رشته ها. اگر داخل دانشکده پزشکی کلا حالا رشته‌های مختلفش برین، اکثر کسایی که اینجا شروع میکنن خیلی نرمال هست که رنج سنشون مثلا 24 سال، 25 سال، 27 سال تا قبل از 30 سال. خیلی دانشجوها رو میبینم حتی بالای 40 سال هم من دیدم خیلی ها شروع میکنن. اینه که مثلا فکر نکنین وای مگه مثلا 2-3 سال دیر شد مثلا از دوره مثلا بعد از تحصیلتون
بگین دیگه وای پس من سنم گذشته و این راه شدنی نیست. واقعا شدنیه و به خودتون ایمان داشته باشین. ولی خب قبولی این رشته ها خیلی زحمت خاص خودش رو هم داره. من احساس میکنم یه زمانی ایران که بودم از کنکور ایران میترسیدم و مثلا اینجور بودم که وای کنکور چقدر سخته، و بعد از اینکه با فشار دانشگاه اینجا آشنا شدم، هر روز شما مشق دارین، اسایمنت دارین، یه سایتی هست به اسم کنوس که بعد اسایمنت های روزانه‌تون رو سابمیت کنین. بعضی روزا شده 3600 تا سوال ما داشتیم برای مثلا مشق اون شب خاص و اینجا واقعا دانشگاه رفتن خیلی سخته. یعنی درس ها شاید سخت نباشه ولی حجم کاریتون بسیار بالاتر از ایرانه. من یادمه که ایران معمولا ما یه امتحان میان ترم و یه دونه پایان ترم داشتیم. اینجا هر شبانه روز نمره پایان ترمتون معمولا بر اساس نمره تو طول سالتونه. یعنی اینجوری نیست مثلا شما یه فاینال داشته باشین و دیگه مثلا خب اوکی مثلا نمرتون 20 از 20 نمره، حالا اینجا از 100 نمره هست معمولا مشخص بشه. نمره‌ای که کسب می‌کنین نمره‌ای که در طول ترمه، یعنی نمره مثلا امتحان اگزم 1 و 2 تون معادل همون اگزم 5 یا فاینالیه که آخر ترم مثلا میدید و جمع یه سری مثلا اسایمنت هایی که در طول ترم اضافه میشه تا اون نمرتون رو در واقع تشکیل بده. حالا بعضی کلاس از 1000 نمره است، بعضیش از 100 نمره است و واسه که اینجا باید در طول ترم حتما درس بخونین، مشقات رو بنویسین، انجام بدین کارا رو و همیشه سعی کنین فعال باشین دیگه که استادا باهاتون مثلا آشنایی پیدا کنن و مثلا مثلا ریکامندیشن لتر خیلی میتونین ازشون کمک بگیرین. خلاصه اینا مراحل اولیه‌ای هست که به ذهنم می اومد برای اینکه شما رو راهنمایی کنم در مسیر اپلای برای این رشته های هلت کیر. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر که این فیلم رو دوست داشتین لایک، شیر و کامنت یادتون نره و حتما هر سوالی داشتین در بخش کامنت ها از من بپرسین.